سال 88 اولین قطعی اینترنت در ایران. 2 هفته اینترنت قطع بود. حالا 4 تا قطع و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. 1 دهه بعد، آبان 98، دومین قطعی اینترنت در ایران. 1 هفته اینترنت قطع بود. سال 1401 سومین قطعی اینترنت در ایران. 12 روز اینترنت قطع بود. سوم تیر ماه 1404 12 روز جنگ رو پشت سر گذاشتیم. تو این مدت اینترنت قطع بود. 18 دی ماه سال 1404 اعتراضات سراسری. تا 28 دی ماه اینترنت قطع بود. 8 اسفند 1404 دومین جنگ ایران در سال 1404 اینترنت قطع شد و این قطعی تا 5 خرداد ادامه داشت. این قطعی‌ها نفس اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم نوآوری در ایران رو برید. خیلی از کسب و کارها جمع کردن رفتن. خیلی از نیروهای متخصص مهاجرت کردن. اونایی هم که موندن شرایط عجیبی دارن. تو این قسمت با هادی خانیکی استاد ارتباطات، افشین کلاهی نماینده کسب و کارها در اتاق بازرگانی، حامد بیدی مدیرعامل کارزار و نریمان صفاپور پژوهشگر و سردبیر آکادمی لایف وب صحبت کردیم. در رابطه با زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قطع اینترنت باهاشون حرف زدیم. قصه دوم در مورد تاریخچه قطع اینترنت در ایران. این قصه دوم ماست، تاریخچه قطع اینترنت در ایران. این از این جهت مهمه که روایت جامعه ایرانی از مسئله اینترنت چیه؟ این اینترنت کجای زندگی ما نشسته؟ جایی که باید ایستاد و برگشت بهش نگاه کرد برای اینکه بفهمیم واقعا چه اتفاقی افتاده، به نظر همون نقطه تجربه بیواسطه کاربران و شهروندان، برای اینکه بخوایم به شکلی ملموس ببینیم که این قطعی اینترنت دقیقاً چه تأثیری گذاشته. اتفاقا اگر برگردیم به همون لحظه، احتمالاً همون بحثی که مطرح کردی که همون که خیلی هم راجبش حرف زدن، بچه اقتصادی مسئله خیلی خودشون نشون میده و برای گروه خیلی متکثری از آدم‌ها. یعنی ما این بحث اقتصاد دیجیتال که مطرح میشه عموماً فکرها میره سمت مثلا آنلاین شاپ ها و اینجور صحبت ها که خیلی مهمن و بسیار هم اهمیت دارن، اما خب وجوه دیگری هم داره دیگه. مثلا بلایی که سر یه مترجم میاد، سر مثلا دانشجویی که کار پژوهشی داره میاد، نمیدونم سر کسی که تریدر میاد، کسی که به بازار مالی میخواد دسترسی داشته باشه. بحث‌های خیلی متنوعیه. من میخوام بگم که چیزی بیش از صرف خود مبادله اقتصادی در اون فضاست و علیرغم اهمیت بحث اقتصاد دیجیتال که خیلی هم بهش اشاره میشه و باید هم اشاره بشه، بچه دیگری از مسئله هست که اصلا ما به اینترنت چطور نگاه میکنیم. یعنی بحث اینترنت رو که داریم ازش حرف میزنیم راجع به چی صحبت میکنیم؟ واقعیتش مسئله اینترنت در ایران نه مسئله سخت افزاریه، نه مسئله نرم افزاری، مسئله آزادی بیانه. در یک کلمه بخوام بگم، مسئله اینه که اینترنت در نظام حکمرانی ما به مثابه یک رسانه صرفاً درک شده. اون ابعاد اقتصادی ماجرا، ابعاد فناوری ماجرا به هیچ وجه حائز اهمیت نیست از نظر حکمران تصمیم گیرنده نهایی ما، بلکه در واقع مسئله اینه که خب ما برای اولین بار در حکومتمون با یک رسانه‌ای مواجه شدیم، یک رسانه نامتمرکز، مردم محور، مردم پایه
و این رو دیگه نمیشد مثل دهه 60 مجوزش رو لغو کرد، مثلا اون فلانی که سرمقاله فلان رو نوشت رفت بازداشت کرد. نه، طرف با یه اکانت توییتری یه حرفی زده و حالا برو پیداش کن. ببین دو تا روایت در مورد قطعی اینترنت این مدت خیلی صحبت میشد، توی خود قطعی خیلی راجعش حرف زده میشد که طرفی که خب طبیعتاً ادعا میکرد این تصمیم و این سیاست و این در واقع برنامه تصمیم درستی است در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی در اسکیل امنیت ملی، یک استدلالی که این وسط وجود داشت این بود که به نظرم اون کور و اون دالی که در این استدلال وجود داشت که اینترنت یک گویی امکان مضاعفی برای زیستنه، انگار یک فیچری برای زیستنه، حالا که در موقعیتی خاص میشه این فیچر رو گرفت و حالا زندگی ادامه داره و این فیچر رو حالا ما حذف میکنیم. و خب طبیعتا وقتی ما همچین تصوری از اینترنت داشته باشیم میشه پذیرفت دیگه که آقا وضعیت استثنائیه، فلزا اینترنت رو حالا این فیچر رو یه مدتی از دست بدیم تا حالا دوباره دست بدیم. در روسوی مقابلش طرفین میگفتن که آقا اینترنت حقه، مثل آب، برق، گاز، مثل یه جامعه امروزی اینترنت حق. من این بحث رو اتفاقا میخوام بذارم یک لحظه کنار و بگم وجه دیگری اصلا مسئله داره که نه صرفا میشه گفتش که یه حقی که وارد این بحثاش بشیم، نمیشه در واقع مثل فیچر بهش نگاه کرد. من به نظرم باید راجع به این حرف بزنیم که فضای مجازی به مثابه حوزه عمومی، فضای دیجیتال به مثابه حوزه عمومی، و حوزه عمومی امکان بودن شهروند، یعنی شهروند بودن اصلا، یعنی که شما اگر امکان ظهور و بروز در حوزه عمومی نداشته باشی نمیتونی به خودت بگی شهروند. و اگر مرجع تصمیم گیری بتونه سوژه رو هر گروهی از در واقع شهروندان رو یا هر گروهی از بدنها رو به شکلی و با قواعدی از این حوزه عمومی طرد بکنه و بیرون بگذاره، در واقع اونها رو داره از حق شهروندی محروم میکنه و بیرون نگه میداره. تا زمانی که این نگاه امنیتی وجود داره، یعنی توسعه اقتصاد دیجیتال رو برای خودش تهدید میبینه، همین وضعیت ادامه خواهد داشت. ما اگر اعتماد ایجاد نکنیم در حوزه اقتصاد دیجیتال، نه سرمایه گذار خواهیم داشت، نه بازیگر خواهیم داشت و نه طبقه متوسط میتونن بیان اونجا شاغل بشن و خب پشتش همین اتفاقات میفته دیگه، یعنی هم مهاجرت نخبگان تو این حوزه اتفاق میفته، هم سرمایه گذاری نمیشه، ارتباطمون با خارج از کشورم که قطعه و بنابراین همین اتفاق میفته. این برای همینه که من تاکید دارم شما میتونی شیوه حکمرانی اقتصادیت رو عوض کنی ولی شیوه حکمرانی سیاسی تو اگر روش اصرار داری عوض نکنی. ولی حداقل این تغییرات رو میشه داد. چین یه مثال روشنشه دیگه. جنوب چین، نمیدونم حالا رفته باشین یا نه، رونق اقتصادی جنوب چین با سرمایه تایوانی ها به وجود اومده. حالا هم ژاپنی ها، هم امریکایی ها، ولی هم تایوانی ها. تایوان از این نظر میگم خب چین و تایوان با هم دشمنن کاملا، همین الان هم هنوز مشکل دارن با هم دیگه، ولی در همون زمانی که با هم بیشتری مشکل رو داشتن، چین اجازه داد تایوانی ها آمدن جنوب چین سرمایه گذاری کردن. سختگیری های ما نمیدونم شاید اسمش بشه گفت لجبازانه ای داریم با دنیا، حتی با ایرانی خارج از کشور. حالا الان که البته دو قطبی عجیبی اصلا نمیشه خیلی رو ایرانی خارج از کشور حساب کرد، ولی در دو زمانهای قبلی خب ایرانی خارج از کشور اومدن شروع کردن سرمایه گذاری کردن، با خودشون فناوری آوردن، ارتباطات آوردن، مدیریت آوردن، شرکت ها رو آوردن، به خصوص در همین حوزه دیجیتال. و چه اتفاقی افتاد بعد از یه دوره یهوش گفتن که اینا جاسوسن و فلان و اینا و خلاصه دکونشون تخته کردن، اینا هم جمع کردن رفتن. ولی میگم این نگاه متاسفانه نگاه غالب هست در کشور هنوزم. ببینید وقتی شما دچار کاهش سرمایه اجتماعی، دچار انباشتی از نارضایتی هایی هستید که در قالب های مختلف بروز میکنه، حالا از تا جایی که بتونه از طریق کارزارها، ما تو همین سالهای گذشته بیشتر از 60 میلیون امضا، 63 میلیون امضا اومده فقط تو سایت کارزار. یک روزی دعوت کردن من رو تو ریاست جمهوری، گفتم آقا من نمیام، کافیه که فقط سایت کارزار رو باز کنید ببینید مردم چی میخوان، نیاز نیست من بیام اونجا. واقعیت اینه که خب اینا رو شما نادیده گرفتید. کارزارهایی که اعتراض تند بوده دستور قضایی دادید حذف کردید، نویسنده‌های کارزارهایی که تند بوده بازداشت کردید. پس این رو که کنترل کردید و نذاشتید اون نقش واقعی خودش رو ایفا کنه. از اون طرف خب بروز پیدا کرده در قالب اعتصابات، در قالب اعتراضات خیابانی. خب اعتراضات خیابانی هم دیدیم چه شد، بارها چه اتفاقاتی افتاد. خب توی این شرایط جامعه پس
یک حداقل یک بخش‌های قابل توجهی از جامعه دچار یک انباشتی از خشم و نارضایتی از وضعیت موجود. تو این شرایط شما اینترنت هم قطع می‌کنی. اتفاقی که میفته چیه؟ این خشم ضرب در دو میشه، ضریب میخوره. یعنی اون شهروندی هم که حتی تا الان بنا به هر دلیلی راضی بود از شرایط یا حداقل خشمش رو بروز نداده بود، نه خیابون رفته بود، نه امضا کرده بود کارزاری رو، نه هشتگی زده بود، هیچ کار نکرده بود، یه کسب و کار خانگی عادی داشت برای خودش، یا یه فروشگاه، یه بوتیک داشت، از طریق پیج اینستاگرامیش داشت کار. اونم الان شما اضافه کردی به ناراضیان، اونم اضافه کردی خشمشو. یعنی میخوام بگم یک بخشی از قشر خاکستری رو هم قطع اینترنت الان امروز خشمگین کرده. و خب کیه که ندونه خشمگین شدن مردم چه تبعاتی میتونه داشته باشه. اگر ما فضای دیجیتال رو مثابه حوزه عمومی ببینیم، به نظر من سیاستی که در مورد قطعی اینترنت استفاده شد، سیاستی است که پیشتر در شهر استفاده شده بود. اینکه ما گروهی از شهروندان رو از حوزه عمومی بذاریم بیرون. چرا تاکید میکنم رو گروهی از شهروندان؟ چون تو همین بازه زمانی که اینترنت قطع بود، ما خط سفید داشتیم، بعد از یه مدت کانفیگ ها اومدن و اینترنت طبقاتی داشتیم. پیش از اون اصلا ایده طبقاتی که آقا شما شهروند دانشجو باشی، پیش از اینا، قبل از اینکه اصلا قطعی اتفاق بیفته، زمزمه هاش بود که چه کسانی اینترنت بدون فیلتر داشته باشن، اینکه این طبقه گروهی از شهروندان موجه. این بازی که نمیشه بهش گفت، البته خیلی مهلک‌تر از یک بازی، این منطقی که گروهی رو مستثنا میکنه و قاعده‌ای برای حوزه عمومی وضع میکنه، اون مشخصه بنیادین استیت، حاکم، ساورنه. و اصلا حاکم و ساورن از آن رو حاکمه که میتونه چیزی رو مستثنا کنه و به واسطه این مستثنا کردن قاعده‌ای وضع بکنه. یه جای اختلال میندازن رو ترافیک. مثلا من یادمه که سال 1401 اینستاگرام که فیلتر شد، اینستاگرام و واتساپ، قبل از اون تقریباً 6-7 ماه بود بچهای فنی میگفتن که روی اینستاگرام و کلاً ترافیک خارجی اختلالات عمدی داره اتفاق میفته که سرعت تعمداً کند بشه و مردم خسته بشن ازش، برن مثلا پلتفرم‌های داخلی استفاده کنن و این رو اثبات کردن اون زمان از نظر فنی. و خب اونایی که این حرفو میزدن بازداشتشون کردن. میدونید یعنی مشخصه داره چه اتفاقی میفته. این اختلالات بوده در قالب اختلالات، در قالب تعرفه ترجیحی. ببینید این که مثلا ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی یا 1/3 قیمت، این در معنای دیگه‌ش اینه که ترافیک خارجی 3 برابر قیمت ترافیک داخلیه. این یعنی چی؟ یعنی ترافیک خارجی، یا به عبارت دیگر اینترنت همواره پر اختلال‌تر، گرانتر، خب با طرح اینترنت طبقاتی در اختیار بخش‌های خاصی از مردم قرار میگیره و اون هم هر از گاهی سر بزنگاه‌ها قطع میشه. اینترنت به تنهایی یک فناوری نیست. این اینترنت فناوریه که ترکیب میشه با اجتماع، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت. به همین اعتبار هستش که وقتی که از شبکه‌ای شدن جهان ما حرف میزنیم، شبکه‌ای شدن جهان یک وجهش پلتفرمی شدن، مهندسی شدنشه، یک وجهش هم همین به هم نزدیک شدنش به لحاظ اجتماعی است. یعنی ما با پدیده‌ای به اسم شبکه‌های اجتماعی مجازی مواجه هستیم. شبکه‌های اجتماعی که بودن، شبکه‌های اجتماعی به کمک اینترنت وارد مرحله جدیدی میشن. به نظر من قطع اینترنت در امتداد همین سیاست در واقع طرد و مستثنا کردن اتفاق افتاد. در وضعیت بحرانی این اعتماد به مردم وجود نداشت که آقا جان همکاری نکنن با دول متخاصم. این به نظرم یکی از در واقع استدلال‌های ساختار حاکم این بود که آقا ملت عکس و فیلم میفرستن و این در پیش پا افتاد، چون حملات سایبری و اینها که راجبش صحبت زیاد میشد که آقا اینا مثلا با حمله سایبری میکنن فلان، ولی یه چیزی که خب موجه میکرد برای گفتمان حاکم که آقا جان چرا باید اینترنت قطع بشه این بود که آقا ملت همکاری نمیکنن، عکس و فیلم میفرستن و فلان. من به نظرم بحران پیش از این لحظه بوده. امروز نهاد امنیتی میگه خب آقا این دوپارگیه که شده، من که الان نمیتونم یهو حوزه عمومی رو یک پارچه کنم یه شبه.
پس اینترنت رو باید قطع کنم. پس اینجا بحث ما اینه که چرا این اتفاق افتاده و این دایره اینقدر تنگ شده که تو مجبور میشی اینترنت رو قطع کنی، کشور رو وارد یک دوران رکود کنی، کلی آنلاین شاپ و کسب و کار رو از بین ببری و مردم رو دچار یک رخوت و بی احساسی نسبت به زندگیشون بکنی. ما یک سال گذشته توی ایران حدود 235 میلیون دلار جذب در واقع سرمایه‌گذاری خطرپذیر بوده که عمدتاً روی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها بوده. شاید تو مقیاس ما عدد بزرگ باشه، 235 میلیون دلار واقعاً ما الان به هر کی بگیم میگه چه عددی. اما بیاین یه مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه تو همون بازه. ترکیه 1 میلیارد و 400 میلیون دلار، امارات 1.5 میلیارد دلار، عربستان سعودی 1.7 میلیارد دلار. میدونید مثلا کشورهایی مثل بریم دورتر کره جنوبی 10 تا 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن، یا مثلا انگلیس 15 تا 18 میلیارد دلار، هند مثلا به عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور 33 میلیارد دلار جذب سرمایه خطرپذیر استارتاپی داشته. یعنی از نظر من ما وقتی که اینترنت رو قطع می‌کنیم ICT قطع نمیشه. فضای بزرگی از کسب و کارها، شاید همه کسب و کارها دچار تهدید و آسیب میشن به شیوه‌های مختلف و به همین دلیل اگر بخوایم تخمین درستی بزنیم قاعدتاً باید اینها رو هم در نظر بگیریم. ولی حالا اعداد ارقامی که در همون زمان هم صحبتش شد و هم از یه طرف انتقاد شد، هم حتی بعضی گفتن نه بیشتره و اینها، بر این مبنا بود که ما باز همون سهم اقتصاد دیجیتال رسمی که اعلام شده بود که حدود 7% میگن، بین 6 تا 7%، باز اینم نمیدونم صحت داره یا نه، ولی اعلامیه وزارت ارتباطات هست دیگه. این رو سهمش رو از GDP حساب کردیم و بر مبنای روز اعلام کردیم. باز یک روش دیگه‌ای که میشد تخمین زد این خسارت رو این بود که آقای وزیر ارتباطات فکر میکنم دیماه 1403 یه مصاحبه‌ای داشت و در اون زمان یه برآوردی از خسارت قطع اینترنت در اون زمان داده بود. البته جالب، من فکر کنم اخیراً از روی چیز برداشتن، از روی اینترنت فکر میکنم حذفش کردن. اگر اشتباه نکنم 5000 یعنی 5 همت و اینها بود که شما بر مبنای قیمت دلارش اگه حساب میکردی اونم همین حدود مثلا روز 40-50 میلیون دلار میشه. به هر حال از روش‌های مختلف میشد مثلا به یه همچین حدودی رسید، ولی خب اینا همه تخمینه دیگه، واقعا نمیشه گفت. جالب اینجاست که خیلی از این کشورهای همسایه بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌هایی که عرض کردم خدمتت سرمایه‌گذاری خارجیه، یعنی ارزآوری‌های شرکت‌های اروپایی، آمریکایی، چینیه که اومدن سرمایه‌گذاری کردن. ما خبر مثلا سرمایه‌گذاری شرکت اوپن ای آی برای ساخت دیتا سنترهای ویژه هوش مصنوعی رو توی کشورهای حاشیه خلیج فارس همین چند وقت پیش شنیدیم قبل از جنگ. یعنی میخوام بگم که ببینید رویکرد جهان به کجا داره میره، با چه سرعتی و با چه اسکوپ اعداد و ارقامی. بعد ما اینجا مثلا سوالمون اینه که آیا امروز مثلا روزانه چقدر زیان دیدیم؟ اصلا مهمه مگه زیانه؟ من میگم فاصله ما انقدر داره کهکشانی میشه با جهان که این زیان روزانه زیان هم نمیدیدیم خیلی فرق نمیکرد. ما در زیان هستیم، ما در واقع اون زلزله‌ای که زندگی مردم رو نابود کرده از قبل اومده، فقط اتفاقات جدیدی که میفته باعث میشه که امید برای نجات کمتر بشه. در رابطه با سهم اقتصاد، سهم
اقتصاد دیجیتال از GDP توی کشورهای منطقه، همین همسایگان ما مثل عمان، امارات، عربستان، ترکیه، اینا رو من بررسی کرده بودم. ما توی دهه 90 اوایل دهه 90 اقتصاد دیجیتال اون سهمش از GDP و اندازش تقریباً با ترکیه برابر بود، از عربستان بیشتر بود، از امارات بیشتر بود. به مرور زمان هی اونا پیشرفت کردن، توسعه پیدا کردن و ما این اتفاق افتاده که همینجوری 7% مونیم. الان فکر میکنم ترکیه حدود 14-15%، عربستان حدود فکر میکنم حدود 16% سهمش. یعنی این کشورها تقریبا شیوه حکمرانیشون شبیه ایرانه. یعنی خیلی حالا تفاوت اونجوری توی شیوه حکمرانی ندارن و به لحاظ نیروی انسانی هم خیلی ضعیف‌تر از نیروی انسان نسبت به جامعه ایرانی هن. خود آمریکا ایالات متحده بیشتر از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری استارتاپی داشته. ببینید ما حدود 200 میلیون دلار، آمریکا 200 میلیارد دلار. 1000 برابر ما فقط در سال گذشته سرمایه گذاری کردن روی استارتاپ ها و پلتفرم های روی اقتصاد دیجیتالشون به یک معنا. فضای اقتصادی خود بازتر بشه، من فکر میکنم که در حوزه اقتصاد دیجیتال ما این پتانسیل رو داریم که دوباره یک رشد عجیب غریب، یک جهشی رو داشته باشیم. کشورهای منطقه رو میتونیم بهشون برسیم. من امیدوارم. کار سختی، خیلی راحت نیست، چون مثلا به خصوص تو این حوزه ها، مثلا تو حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های دیگه شما میدونید وقتی از یه جایی شروع میکنید دیگه رسیدن سخته. شما مثلا 2 تا ماشینی، یکی با سرعت 80 شروع میکنه، این سرعت داره بیشتر میشه. تو حوزه اقتصاد دیجیتال این تازه روند تصاعدی هم هست. خب یکی که دیرتر شروع میشه هرچی هم سرعتش رو بیشتر بکنه بازم خیلی سخته که به اون برسه. ولی حداقل از این وضعیت فعلی در میایم. من فکر میکنم یه رشد خیلی خوبی خواهیم داشت. حتی شاید باعث بشه یه بخشی از فعالین اقتصادی ما دوباره برگردن، متخصصین ما برگردن و این حوزه احتمالاً حوزه جذابی باشه. این در صورت توافق دیگه. در صورت توافق دیگه، چون اصل هر کاری، هر کسب و کار دیگه، اینا اصول اولیه کسب و کار دیگه. هر کسب و کاری سرمایه میخواد، نیروی انسانی و دانش فنی. خب اگه سرمایه‌اش نباشه هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته. شما نماینده کسب و کارهای تو اتاق بازرگانی توی این جنگ اخیر چقدر از کسب و کارهای بخش خصوصی ضربه خوردن؟ ما یه سری اعداد ارقام داریم، به خصوص از شرکت دانش بنیان که حوزه کاری من هست. یه سری اعداد ارقام داریم از شرکت‌ها که معاونت علمی هم با معاونت علمی اینا رو در میون گذاشتیم و اعلام کردیم و اونها هم دنبال این هستن که خسارتشون رو جبران بکنن. حقیقتش نمیتونم اعداد ارقامش رو بدم، ولی زیاده. شاید نه در اون حدی که شما فکر میکنی، ولی به هر حال هست دیگه. خسارت زیادی هم هست و خب آخه میدونید خسارت مالی و اینها یه بحث، خسارت معنوی هم یه بحث دیگه است. یعنی مثلا وقتی یه مرکز تحقیقاتی موشک میخوره توش، ساختمون میشه 1 سال ساخت، مثلا تجهیزاتشو میشه 6 ماه آورد گذاشت، ولی اون شالوده کار و آدم ها و نیرو انسانی اینا برای بیشتر طول میکشه. اینم خودش مسئله است. ولی خوشبختانه اون قضیه که شاید شما انتظار دارین خسارت اونقدر بالا نبود. خدا رو شکر. فکر میکنید که اینترنت دوباره برمیگرده به حالت
قبلی یا این باز شدن اینترنت هم یه مسکنه، یک داروه؟ مسیری که مصوبات جاهای اصلی سیاستگذاری مثل شورای عالی فضای مجازی مصوباتش نگاه کنید، از بعد تأسیسش از سال 91 که تأسیس پیدا کرده، تأسیس شده تا امروز نگاه کنید ببینید چه مسیری اومده اون مصوبات. تصمیم گیری هایی که توی شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی گرفته شده تو سالهای اخیر، مجموع اینا رو که نگاه میکنید من فکر میکنم این هیستوریکال چیزی رو نشون نمیده جز قطع کامل اینترنت برای عموم مردم. بنابراین بخوام جمع‌بندی کنم، من فکر میکنم که نقشه راه طراحی شده که تا الان تا امروز هم اجرا شده، هرچند فراز و فرودهایی داشته، یه جایی یه دولتی یه خورده بیشتر چانه زده، یه خورده کنتر اجرا شده، یه جایی دولتی با سرعت بیشتر اجراش کرده، فراز و فرود داشته، یه جایی تاکتیکی عقب نشینی هایی بوده، اما به طور کلی نگاه کنیم مسیری که داره پیش میره مسیریه برای اینکه دیگر اینترنت یک سرویس در دسترس عموم مردم نباشد. اینترنت یک سرویس جانبی است که گاهی اوقات در اختیار بخشی از مردم قرار میگیرد و اینترنت به طور کامل جایگزین شبکه ملی اطلاعات شده است و اصل ایده این بود توی شبکه ملی اطلاعات که ما بتونیم یک شبکه‌ای داشته باشیم که هنگام قطع اینترنت زیرساختمون بتونن کار کنن و مشکلی برای مردم پیش نیاد، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها بتونن فعالیت کنن. امروز تا حد خیلی زیادی به این نقطه رسیدن. جالب اینجاست که اون سالها که ما هشدار میدادیم، بچه‌ها هشدار میدادن که آقا شبکه ملی اطلاعات ایده است برای قطع دائمی اینترنت و اینها میخوان اینترنت رو قطع کنن، همواره تکذیب میشد و میگفتن نه، این به خاطر اینه که یک جور پدافند غیر عامله که اگر یک روز دشمن اینترنت ما رو قطع کرد سامانه‌های داخلی ما بتونن پایدار بمونن. و امروز بعد از این چند تا جنگ و اتفاقاتی که افتاده میفهمیم که دشمن آیا اینترنت ما رو قطع کرد یا نه. این دیگه جواب سوال رو بعد فکر می‌کنم هر کسی میتونه با دید خودش پاسخ بده. این دیدگاه خیلی وقت وجود داشته، یعنی این چیز جدیدی نیست که ما یک شبکه ملی اطلاعات داخلی داشته باشیم و با چند تا شاهراه مثلا چند تا دروازه این رو به اینترنت بین الملل وصل کنیم و هر کسی این امکان رو نداشته باشه که از این دروازه ها استفاده کنه. این ایده خیلی قدیمیه، الان خب شاید نزدیک 20 ساله که این مطرح شده و دائما هم روی زیر ساختاش کار شده. منتها من احساسم این هستش که توی خود حاکمیت یک رقابت بگم یا یک نمیدونم مثلا بحث بگم، به هر حال در خود حاکمیت وجود داره. گاهی یک جناح قوی‌تر میشه و این رو پیش میبره این پروژه رو، گاهی جناح دیگه میاد و میگه نه ما باید ارتباط اینترنت بین‌الملل رو داشته باشیم. دیدگاه وجود داره و هر چند وقت یه بار یکی از اینا جلو میفته. در زمان جنگ خیلی پررنگ شده بود، حتی الان هم این صحبت هست که مثلا ما الگوی اینترنت ما چین باشه که خیلی یه سری محدودیت‌های زیادی رو داره. ولی از اون طرف هم خب میگم دیدگاه دیگه‌ای هست که اینا دائم در حال تقابل با هم دیگن. نمیدونم هم که آخرش به کجا برسه، ولی چیزی که خیلی مهمه و باز ما ازش غافل موندیم یا توجهی بهش نمی‌کنیم، ببینید تصمیم گیرنده وقتی در یک حوزه‌ای تسلط نداشته باشه یا کار روزانش اون نباشه یا برخورد نداشته باشه، در این موارد خیلی راحت تصمیم میگیره. این یکی از اون حوزه هاست. یعنی از نظر اون کسی که اینترنت رو قطع میکنه، شاید اینترنت همینه که ما وصل میشیم به یه سایتی مثلا حالا اطلاعاتی ممکنه بگیریم یا نمیدونم این بازی میکنیم یا یه 4 تا پیام رد و بدل میکنیم، عمیق نشده. مثلا کسب و کار بزرگی نداشته که ببینه چقدر اینترنت در حوزه‌های مختلف و جای مختلف تکمیل کننده زنجیره ارزش حتی در بعضی جاها. اخیراً یکی از دوستان یه بحث کار داده مبنایی کرده بود پیرامون این که کاربران چه احساسی دارن از بازگشت به در واقع فضای دیجیتال و اینها واسه شدنش و اینا، برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت، توسط گروهی انتظار میرفت، این بود که خب مثلا اینا مشعوف باشن از اینکه ما بالاخره برگشتیم و آخ جون سلام جهان و فلان و اینها، ولی اینجوری نبود. اتفاقا بخش عمده‌ای از کاربران حتی خشمگین هم نبودن، ناامید بودن. یعنی اینجوری که خب آقا این وضعیتی که میتونه منو در وضعیت این چنین تعلیقی ببره، من جدا بکنه از هر آنچه که دوختم، هر آنچه که پیوند زدم،
خب این دوباره میتونه پیش بیاد، چون وضع مملکت که بحران‌های پیش رو داره. ما قبل از جنگ داشتیم، در لحظه حالا که حساس جنگ کنید. شده قطعاً بحران‌هامون بیشتر میشه. عرض کردم مسئله اقتصادی هنوز ملموس نشده که جنگ چه بلایی سر تولید کشور آورده و اینا همش در برابر ما ایستادن و خب قطعاً ما تبع و التهابات دیگری خواهیم داشت. و خب هر عقل سلیمی با توجه به تجربه 15 سال اخیر به خودش میگه که خب من همونطور که خودت هم گفتی، من الان مثلا برم آنلاین شاپ بزنم، من برم اصلا آنلاین شاپ، حالا میگم ما یه جنسی دستمه، یه چیزی دستمه فلان، اینو میرم یه جا دیگه میفروشمش. طرف میگه آقا من کانتنت کریئتور، مثلا تولید محتوا بکنم، مثلا پرسونال برندینگ تو فاز دیجیتال بکنم، من خب مثلا هیچ سرمایه‌گذاری نمیتونه اینجا بکنه. مسئله اینجاست که به نظر من چیزی که اتفاقی که میفته، مثلا در مورد قطر اینو میگفت، در مورد امارات اینو میگفتن که بعد از این جنگ اقتصاد امارات دیگه مثل قبلش به اون معنی نمیشه، حتی اگر هیچ وقت جنگی اتفاق نیفته. به این خاطر که خب سرمایه‌گذارهای بزرگ، یعنی اون حوزه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، این ملاحظاتو دارن که آقا یک بار اتفاق افتاد، من دوباره مثلا نمیرم دیتا سایت اونجا بزنم. و خب واقعیتش اینه که اشتباه محاسباتیش هم اینه که تو با گرفتن این زیر ساخته مسئله رو نمیتونی حل کنی، چون اصل مشکل جای دیگه است، داره سرریز میکنه روی اینترنت. در واقع بروز مشکل از طریق اینترنته که تو رو آزار میده. مشکل اصلش جای دیگه است. یعنی مردم مثلا سطح نارضایتیشون میره بالا، شما هر کشوری اگر 10 سال پیاپی تورم بالای 30-40% داشته باشه، نمیدونم دچار تحریم های این چنینی باشه و هیچ چشم اندازی هم برای آینده جوانان و مردمش تو نتونی اقناعی بدی، معلومه که مردم ناراضی میشن. خب این نارضایتی رو چی کار میخوای بکنی؟ این نارضایتی سرریز میکنه در کانال های تلگرامی. مسئله اقتصادی تو سرریز میکنه در کانال قیمت دلار. علت بالا پایین رفتن قیمت دلار که کانال تلگرامی نیست که تو میری فیلترش میکنی، علتش جای دیگری است. اونجا نمایش داده میشه، اونجا بروز پیدا میکنه. تو تا وقتی مسئله اصلی تو حل نکنی، تو حالا اینو ببند، بازم مسئله اصلیت هست و اتفاقا اون مسئله اصلیه که مسئله تو رو پیچیده میکنه. میدونید؟ بنابراین من بخوام خیلی خلاصه بگم، من فکر میکنم که حالا اون چیزی هم که از دوستانی که حالا صاحب نظر بودن و مطرح کردن و حتی دوستانی که جالبه یعنی موافق قطع اینترنتن، اونها هم کتمان نمیکنن اینو. یعنی ما تو همین جلسه آخرمون دوستانی بودن که خیلی واضح میگفتن اصلی ترین مسئله اینستاگرامه. من اصلا یکی از چیزایی که سر اون وی پی ان من خیلی متعجب شدم این بود که جنگ 12 روزه همه وی پی ان داشتن، چون پیش از اون زندگی با وی پی ان داشت اتفاق میافتاد. بعد تو میبینی تو همین وی پی ان ها دقیقاً از آغاز جنگ 12 روزه تبلیغات موساد میومد. یعنی شما گوشی رو که میرفتی تو وی پی ان واسه قبل از اینکه در واقع چیز بشه، تو اون ایامی هم که کار میکرد روزای اول، میدیدی که مثلا تبلیغ موساد میومد بالا که مثلا بیاید با ما همکاری بکنید و مثلا فلان و بیسا اینا. اون موقع پول پیشنهاد نه، الان پولم دیگه پیشنهاد نمیده. تو جنگ 40 روزه، یعنی اوایل جنگ که فیلترش کردن چون میتونستی استفاده بکنی، یه چیزایی مثلا کانفیگی میزدی، یه ویتوری میگرفتی، اون همش تبلیغ میداد. بعد این تبلیغ حتی دیگه پولم ما پیشنهاد نمیداد، اینجوری بود که مثلا بیاد برای آزادی خودتون این کارو بکنید. بعد کی میرفت اون تبلیغات با اون تبلیغات میرفت با اون ارتباط میگرفت؟ همون سوژه‌ای که به قول شما بیرون افتاده بود از اون دایره. مثلا همین دقیقاً مثلا است که تو به درستی فهمیدی که، یعنی مثلا استیت به درستی متوجه شد که این رخنه امنیتی بخشش با فایروال ها و مناسبات مثلا سایبر سکیوریتی حل میشه، بخش خیلی بزرگیش که اصلا کل ایده تجمعات شبانه هم از این میومد از همبستگی اجتماعی حل میشه. مردم، یکی مثلا یک نفر یادم توی یک مناظره گفتش که غیر مستقیم گفت مردم هنوز ظرفیت رسانه‌ای داشتن چیزی مثل اینستاگرام رو ندارن، بنابراین ازش باید بگیریم. که من خیلی ناراحت شدم، گفتم یعنی چی مردم سوادشو ندارن پس ازشون باید بگیریم؟ میدونی این نگاه قیم معابانه است که این رو باید از مردم بگیریم و واقعیش اینه که به نظرم چیزی که هر دو طرف، یعنی چه مخالفان اینترنت چه موافقان در واقع دسترسی آزاد به اینترنت، متفق القولن ته ماجرا مسئله حق آزادی بیانه. حق اینه که هر شهروندی بتونه توی هر پلتفرمی دلش بخواد هر چیزی که بخواد بگه، هر اعتراضی داشته باشه بگه. مرجعیت خبری فقط و فقط یک پدیده فناورانه نیست که بگید که هر چیزی که سریعتر باشه یا هر چیزی که کندتر باشه مرجعیت داره. کتاب بخونی یا روزنامه بخونی این مرجعیت داره، ولی عرضم بزرگ شما که از
شبکه استفاده کنی، چون سیال و متغیر مرجعیت نداره. این عنصر تعیین کننده در مرجعیت اعتماده، اعتمادی که به رسانه وجود داشته باشه و البته اعتماد به رسانه تحت تأثیر سیاست‌های حاکمیتی بالا یا پایین میره، کما این که میشه گفتش که یکی از دلایل اقبال به رسانه‌های غیر رسمی یا رسانه‌های خارجی خب پایین بودن سطح اعتماد به رسانه‌های مثل رادیو، تلویزیون، به عبارت دیگه مخاطب دنبال کسب اطلاع میگرده، کسب خبر میگرده. اگر که اقناع نشه، اون اطلاعات داده نشه، میره از هر جایی پیدا میکنه، از هیچ جام پیدا نکرد متوسل میشه به شکل سنتی شایعه، به شکل جدیدش هم اخبار جعلی. استفاده از اینترنت میتونه قدرت توانش ارتباطی رو ببره بالا، میتونه مشارکت رو، سطح مشارکت رو ببره بالا، میتونه حتی سطح امنیت رو ببره بالا و متقابلا میتونه هم تهدیدی بشه برای امنیت، میتونه عرضم بزرگ شما که ابزاری بشه برای اختلال ارتباطی، کما اینکه در جامعه ما این رخ داده و ما با این پدیده باید متناسب با همه اضلاع و ابعادش صحبت بکنیم. دیشب بود که من داشتم ویدیوش رو نگاه میکردم و عکسش هم اومد بیرون. آقای پزشکیان این تفاهم نامه رو امضا کردن، آقای ترامپ هم توی کاخ ورسای این رو امضا کردن. خوب شد اینترنت وصل بود، یعنی نمیتونستن امضا کنن. آره نمیتونستن اصلا امضا کنن. ما همیشه توی حداقل 10 سال اخیر که توی شرایط حساس کنونی بودیم، اینو میشنیدیم دیگه، در شرایط حساس کنونی ممکنه بعد از این هم اتفاقاتی توی ایران بیفته که چی میدونه. اگر دوباره اتفاقی بیفته، مثلا اگر جنگ دوباره ای رخ بده یا اتفاق دیگه ای بیفته، ما چجوری میتونیم یه جوری فضای اینترنت رو حکمرانی کنیم که نیازی به قطع کردنش نباشه؟ مثلا اوکراین، روسیه و اوکراین الان سالهاست میجنگن، نه پهپادهای روسی از اینترنت اوکراینی استفاده میکنن، نه بحث امنیت ملی داره، نه بحث امنیتی داره. چجوری ما باید به اون نقطه برسیم که در مواقع بحران اینترنت تبدیل نشه به متهم اصلی و دگمه قطعش رو نزنیم؟ این جوابشو من ندارم، به خاطر اینکه تصمیم گیرندش من نیستم. کسانی که در این حوزه تصمیم میگیرن باید به این نتیجه برسن که قطع اینترنت خیلی تاثیر نداره در جنگ. چیزی که امیدوار کننده است اینه که در همین جنگ ما شاهد بودیم که یک دلایلی در واقع یا یک شواهدی دیده شد که نشون میداد قطع اینترنت خیلی موثر نبوده. مثلا در ایجاد امنیت. مثلا ما زمانی که اینترنت قطع بود، بانکامون هک شدن، سروراشون از کار افتاد. خب این دیگه ربطی به اینترنت نداشت. یا مثلا یه پهپادی رو دیدیم که روش استارلینک داشت. خب این دیگه شما اینترنت هم قطع کنید، پهپاد کار میکنه. حالا چه تأثیری ممکنه روش بذاره؟ یه سری پهپادهای الان بحث فیبر نوری مثلا هست و اینها. یک همچین شواهدی به نظر میاد. یا مثلا همون اینترنت قطع بود و سرداران ما رو میزدن به شکل نقطه‌ای و دقیق و جاها رو هم میدونستن و میزدن. سردارانی که در بالاترین رده‌های اطلاعاتی بودن. خب اینا شواهدیه که نشون میده، شاید نشون میده به اون تصمیم گیرنده که شاید قطع اینترنت خیلی موثر هم نباشه در ایجاد امنیت. تمام دغدغه‌ای هم که دارم اینه که نتایج اون شکل حکمرانی در شهر به بحران‌های اجتماعی ختم شد. چرا فکر می‌کنیم که نتایج امتداد اون منطق حکمرانی در فضای دیجیتال به نتایج متفاوتی ختم میشه؟ ما با جهان و جامعه به سر میبریم که اون به تعبیر جامعه شناسانه دال مرکزیش
تفاوت و تنوع. یعنی با اون روندی هم که گفتم که شتاب روند شتابنده، اینه که هرچه فناوری بیشتر جلو میاد، تفاوت و تکثر رو بیشتر میکنه. هوش مصنوعی وقتی که میاد و این وسط قرار میگیره، نسبت به قبل از هوش مصنوعی تفاوت و تکثر رو بیشتر میکنه. در نتیجه بازم از نظر من گم شده بین همون نسل زد و نسل ما قبل خودش گم شدهش، باز اونم گفتگو هستش. اگر در این موقعیت فعلی که میگم فرصت، واقعا فرصت طلاییه، تغییراتی در شیوه اوکراینی که اقتصادی کشور اتفاق بیفته، فکر میکنم که ما میتونیم بعد از مدت‌ها به رشد اقتصادی خوبی برسیم. دیروز یه صحبتی بود، مثلا یکی از مسئولین میگفت که خب من اعتقاد ندارم تحریما کاغذ پاره است، تحریما واقعا به ما فشار آورده. نباید ما مشکلاتمون رو دست کم بگیریم، مسخره کنیم، کوچیک جلوه بدیم. ما باید مشکلات واقعیمون رو ببینیم و با عقلانیت سعی کنیم حلش کنیم. الان باز همین صحبت بود، من نقل میکنم از همون جلسه، که مثلا ما رشد اقتصادیمون در حوزه صنعت 12% بوده در چند سال گذشته، الان رسیده به منهای 0.5%. خب این علتش چند تا چیزه که مهمترینش شاید تحریم باشه، حالا جنگ و اینا موثر بوده و همین شیوه اوکراین اقتصادی دیگه. بالاخره باید یه جای تغییر ایجاد بکنیم. سخته، میفهمم من که به هر حال یه سری تصمیم گیری ها واقعا سخته و کسی که میاد به عنوان مسئول، حالا 2 سال 3 سال 4 سال، خب مسئول ما معمولا دورشون طولانی نیست، یعنی حتی شاید به 4 سال هم نرسه، 6 ماه 1 سال ممکنه حتی عوض بشن اگه یه کاری رو بخوان انجام بدن. آقای همتی مثلا حالا دیگه ما که اسم نمیبریم در هیچ حوزه‌ای، ولی خب اینم هست، یعنی اون جسارتی که یک مسئولی باید داشته باشه که در حوزه خودش تغییر ایجاد کنه شاید وجود نداره، چون خیلی هزینه زیادی باید بابتش بپردازه. من در این حال که متوجهم که چقدر در واقع شواهدی هست مبنی بر این که ما احتمالاً همه چیز رو از دست خواهیم داد، در این حال امیدوارم به این که این شکست‌های پی در پی، این آمارها، این ارقام یک جایی حکمران ما رو بیدار کنه، یا بیدار میکنه یا در خواب میمیره. کارزارهایی بود که افرادی با سن پایین اغلب از روی لحن متن کارزاری که نوشتن مشخص بود و کامنتایی که میذاشتن ثبت میکردن و اینها درخواست برقراری اینترنت رو برای بازی‌های کامپیوتری داشتن. یعنی میگفتن ما تنها سرگرمیمون مثلا فلان بازی بوده و لطفاً اینترنت رو وصل کنید، بازی که دیگه ضد امنیت ملی نیست، بازی که ضربه‌ای نمیزنه به چیزی. و اینا در این حال که شاید از نظر ما خیلی موضوعات مثلا مهمی به نظر نیاد، اما روایت‌های از اینا که تو بخش کامنت‌ها و نظرات کارزارهای مختلف ثبت می‌شد واقعاً بهت‌انگیز بود. یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روز یک پژوهشگری بیاد این کامنت‌ها و نظرات رو که چند ده هزار نظر ثبت شده در مجموع پای این کارزارها، بله منتشر شده، اینها رو بله زیر هر کارزاری کامنت‌ها هست صفحه به صفحه. البته یه بخشی از کامنت‌ها هم منتشر نشده به خاطر حالا الفاظی که به کار رفته، حالا در توصیف دوستان قطع کننده که امکان انتشار نداشت، ولی مثلا خیلی امکان خوبی برای اینکه پژوهش بشه. برای نسل زد ما تعیین تکلیف نکنیم، هی ویژگی بر نشماریم، ببینیم که خودشون رو چجوری میبینن. حتما اولین مسئله‌ای که به چشم میاد اینه که میگن که ما رو ببینید، ما رو به رسمیت بشناسید، ما اومدیم با شما هم فرق میکنیم. خب این اولین چیز دعوت به توجهه. بعد با ما عرضم به شما رابطه
برقرار کنید. هر کس در دنیای خودش قرار نگیره، با همدیگه به اصطلاح داد و ستد و تعامل داشته باشیم. بعد از این داد و ستد و تعامل به این نتیجه میرسیم که خب چطور میشه به تفاهم رسید. اصلا تئوریای برد توی اقتصاد و تو مدیریت از کجا نشأت گرفته؟ میگن گذشت اون زمانی که بگید که یکی برنده میشه یکی بازنده میشه. میشه هر دو برنده بشن، میشه هر دو بازنده بشن، میشه هیچ کدوم هم ارزم به شما که برنده نشن. و بعدم به یاری ما بشتابید، ما هم به یاریتون بشتابیم. این اون دنیای گفتگویی است که من ازش حرف می‌زدم. اون چیزی که ما احساس می‌کردیم و می‌دیدیم این بود که اتفاقاً بیشترین فشار رو دارن بچه‌ها، کودکان و نوجوانان از قطع اینترنت می‌بینن که بخش زیادی از زندگیشون، حالا شاید برای نسل‌های بعدتر یک مرزی باشه بین اون بخشی از زیست دیجیتال و زیستی که در فضای فیزیکی دارن، ولی برای اون بچه‌ها انگار که اینا کاملاً عجینه و یک بخش از زندگیشون ازشون گرفته شده و کلی کامنت‌ها و نظراتی که حرف از خودکشی می‌زدن، حرف از افسردگی‌های مفرط می‌زدن و اصلا از لحن و بیان مشخص بود که اینا دچار چه بحران‌های عمیقی شدن توی این مدت. شما داری با این نوجوان گیمری صحبت میکنی که این شما نمیدونم اگه مواجه شده باشی با بچه‌های گیمر، من چون مدرسه هم درس دادم، این گیم خیلی بخش بزرگی از زندگیشه. خیلی مهمه. اینکه طرف مثلا تیشرت میخره روش مثلا علامت بازی مورد علاقه‌شه، در واقع این اهمیت بحث که دارم می‌کنم از منظر اجتماعیشه که تو اون سوژه‌ای که داری ازش چنین امکان رو سلب می‌کنی چقدر در اون امکان داره میزید، چقدر اون در هم تنیده در بند زندگیشه و چقدر برای تو فاقد اهمیته که این چطور میتونه دچار اضمحلال بشه تجربه روزمره‌اش. و میخوام بگم که اگر اینها بولد نشه و اهمیت پیدا نکنه، تو میبینی که طرف تو سن 16 سالگی هنوز مثلا 2 ساعت کار نکرده و با بحران‌های اقتصادی، با دشواری اقتصادی زندگی میشه، میگه اینجا جای بودن نیست. چون بازیش مثلا نیست کنه. و من مشکل اساسی اونجایی شروع میشه که اینها مسخره میشه. یعنی من مسئله اصلی اونجایی که وقتی مثلا تو میگی اینترنت رو قطع نباید، میگی این وضع درستش نیست و اینا، برای تمسخر قضیه میگه حالا مثلا 4 تا بازی نتونستن اینا بکنن. امنیت کشور چی؟ آقا امنیت کشور به قول بحثی هم که بیشتر هم اشاره کردیم بهش، این مثلا سیل بیکاران ناامنیت ملی نیست. اساساً قطع اینترنت باعث شد که بسیاری از سخت افزارها و نرم افزارهای زیرساختی ما تا همین گوشی‌های تلفن همراه دست ما آسیب پذیرتر بشن. چرا؟ چون اینا تو این مدت نتونستن آپدیت ها و پچ های امنیتی ضروری رو دریافت کنن. تو همین مدت بالاخره 88 روز شما میدونید بعضی از آپدیت های نرم افزارها و سخت افزارها 1 روز دیرتر آپدیت شدنش ممکنه فاجعه به بار بیاره. خصوصا نرم افزاری تو سطح زیرساخت. یعنی ما الان دیتا سنترامون، حتی همین الان هم که اینترنت شهروندان بخش زیادیشون وصل شده، هنوز خیلی از دیتا سنترهای ما اینترنت ندارن، در حالی که اونا خیلی اهمیتشون از نظر امنیتی بیشتره. امروز صدها هزار وبسایت به خاطر اینکه مثلا سی پنل که یکی از نرم افزارهای پایه‌ای مدیریت هاست هستش آپدیت هایی داده، آپدیت های پایه‌ای زیرو دی اصطلاحاً داده و اون آپدیت ها رو دریافت نکردن، اینا در معرض هکن. یعنی با یه ساده بگم بهتون، ببینید یه جوجه هکر تو فیلیپین میتونه الان 100,000 تا سایت تو ایران رو هک کنه. خود گوگل کروم تو همین مدت چند تا باگ امنیتی مهم توش پیدا شده، آپدیت های خیلی مهمی داده که هشدار داده که در اولین فرصت این مثلا گوگل کرومتون رو اگر آپدیت نکنید دسترسی دوربین و میکروفون میگیره. بعد شما ببینید این گوشی‌ها در دسترس چقدر از مسئولین ما گوشی دارن، طبعا همه دارن. یعنی ما فکر می‌کردیم نظامیامون هم ندارن، الان فهمیدیم نظامی‌ها هم تو واتساپ ظاهرا پیام میدادن. خب شما ببینید توی چند سطحی، یعنی میخوام بگم از زیر ساخته تا نرم افزار فرم‌ویر روی مودم ها، تا گوشی‌های تلفن همراه، تا اون هاست و سرور و نمیدونم اون ورژن PHP و فریم ورک ها و همه اینا الان 88 روز فریز شده و آپدیت های امنیتی ضروری رو دریافت نکرده. خب این چه چیزی؟ من
واقعا اینو مشکوک میدونم. یعنی من فکر میکنم اگر یک کشور خارجی بخواد حمله زیرساختی سایبری بکنه، کاری که میکنه اینترنت یک کشور رو یه هفته در روز قطع میکنه، آپدیت‌ها رو دریافت نمیکنن، میاد از اون باگ‌ها و حفره‌های امنیتی سوء استفاده میکنه دیگه. ما 88 روز این کارو خودمون انجام دادیم. حالا جالب، یک سری از دوستانی که حالا موافق قطع اینترنتن، من دیدم بعد از اینکه این یادداشت رو نوشتم کامنت گذاشتن که شما فکر میکنید که مثلا چون سیسکو یا اندروید یا مثلا گوگل که آمریکاییه آپدیتی که میذاره ازش سوء استفاده نمیکنه از ما. بحث اینه که آره حتما اینطوره، یعنی ممکنه نرم افزارهای پایه‌ای هم باگ‌هایی داشته باشه که سیستم‌های امنیتی یک جاهایی سوء استفاده کنن، کما اینکه مثلا تو تاریخ هم داشتیم مواردی. جدا از اینکه معدود این موارد، اما سوال اینه آیا ما در معرض هک و نفوذ تمام دنیا قرار بگیریم بهتره یا در معرض هک نفوذ یک کشور؟ یعنی ما کاری که داریم می‌کنیم قطع اینترنت اون مسئله رو حل نکرده. میگه مثل اینه که یکی نوشته بود که خب اون که تو آمریکا وقتی اینترنت قطعه که نمیتونه وصل بشه. واقعا اینا میدونید کودکانه ترین شیوه فکره که شما فکر کنید که یک به راحتی، حالا اصلا نیروی مستقر و جاسوس هم در نظر نگیریم، به راحتی میشه با اینترنت ماهواره‌ای و انواع تکنولوژی ها اون کسی که اونور دنیا نشسته تو آمریکا تو اسرائیل به راحتی بتونه نفوذ کنه تو شبکه ملی اطلاعات. مگه ما پمپ بنزینامون هک شد اینترنت وصل بود؟ اصلا پمپ بنزینا شبکه ایزوله شده از اینترنت بود. شبکه بانکیمون، بانکامون مگه هک شد به خاطر اینترنت بود؟ ربطی به اینترنت نداشتن اینا همه. یکی از چیزایی که من خیلی در واقع ناراحت کننده است و خب خیلی ملموسه، بولد شدن مسئله مهاجرت. خب اینکه آدم‌ها بعد از جنگ حتی با روایتی که ایران پیروز جنگه و ما اصلا پوزه دشمن رو به خاک مالیدیم هم دارن بیشتر به مهاجرت فکر میکنن. چون مسئله اینجاست که چه چیزی، چه این سرزمین الان داره چه وعده‌ای برای زیستن به من میده. بحران‌های پیش روش، سیاست‌هایی که سازمان حاکم برای مواجهه با اون بحران‌ها تا الان اتخاذ کرده، کدومشون میتونه به من این اطمینان رو بده که من میتونم اینجا ریشه کنم. یه بحثی که راجع به اون قضیه بود، اول بحث من راجع به حوزه عمومی حرف زدم، گفتم آقا اینترنت رو مسابقه حوزه عمومی ببینیم. یه چیزی که اینجا پنهان میمونه که از دوستان متن نوشته بود خیلی جالب بود، راجع به اینکه آقا اساساً هویت ما در جهان امروز، آنگونه که خود رو درک می‌کنیم، آنگونه که خود رو در واقع عرضه می‌داریم و دیگران انتظار داریم ما رو به اون معنا به یاد بیارن، همیشه در نسبتی با اون نظم اجتماعی، زبانی و نظم اشیای پیرامون ما بوده. اون صحنه‌ای که در برابر ما بوده و ما استفاده از اون نظم زبانی، اشیا، فناوری‌ها، چیزهایی که در اختیار داشتیم، یک کامپلکس، یک مجموعه‌ای می‌ساختیم که ما بودیم، که خود از خلال اون داشته بیان می‌شده در واقع. حالا مسئله اینجاست که در جهان امروز این دیگه خیلی در واقع تکراری شاید باشه که دارم میگم که مثلا این آواتارها، این پروفایل‌ها، این هیستوری‌ها، اینا چیزایی که متفضل دیجیتال از خودمون پا میذاریم و آگاهانه و عامدانه همچنین میکنیم، اینها در واقع لحظات هویتی ما هستند. اینا هر کدوم برش‌هایی از هویت ما هستند که ما اتفاقا خیلی آگاهانه اینها رو دستچین میکنیم. آدم اون وقتی که سر پستشون میپسته، مثلا اون صفحه اینستاگرامشون میذارن که چه پستایی با چه ترتیب بیاد، آدمایی که خیلی فعالن تو این حوزه، یا مثلا کسی که تلگرام داره چه عکس پروفایلی بذاره، چه استوری های هر روز بذاره، اونی که تو توییتر، این که من چه توییتی بزنم، و اینها حتی اگه انونیموس باشه، حتی اگه ناشناس باشه، این طرف بخشی از هویتش اون مازادی است که در جای دیگر خلق کرده، کار و عملی که جایی خلق کرده. مثلا اینجاست که این بیرون کشیدن این سوژه ها از شبکه اینترنت صرفا میگم اون فیچری نیست که از دست میره، موقتا قطع میشه، کلیدشو میزنن، طرف وجهی از هویت زیستش رو داره از دست میده. میشناسید از این کسب و کارها که جمع کردن رفتن؟ چون من میدیدم که امارات، قطر، علاوه بر این عربستان دعوتنامه میفرستادن برای فعالین اتاق بازرگانی، اعضای اتاق بازرگانی، و چه کسب و کارهای سنتی، چه کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، و میگفتن آقا شما بیا اینجا، من همه کاراتو انجام میدم، همه چی بهت میدم، اینجا کار کن. و خیلی ها فکر میکنم رفتن. بله، من اسم خوب نمیتونم ببرم، ولی بله خیلی از کسب و کارها حتی در حوزه کسب و کار سنتی هم جمع کردن رفتن. الان ما خیلی کارخونه دار ایرانی داریم که دارن تو ترکیه تولید میکنن. یه سری برندها هستش که شما تبلیغاتش رو توی ماهواره و تو تلویزیون اینا میبینین، به عنوان برند ترکی تبلیغ میشه و اینا هم کسب و کار ایرانی هستن که رفتن اونجا دارن تولید میکنن. این بله این اتفاق زیاد افتاده و خب همینه دیگه. یعنی شما وقتی محدودیت ایجاد بکنی، محدودیت
چی بگم مثلا محدودیت خارج از عرف مثلا ایجاد بکنی، این اتفاق میفته، گریز ناپذیره. کسب و کارها بعد این اتفاقاتی که افتاد خب خیلی ضربه خوردن. مهمترین خواسته هاشون که مثلا شما به عنوان نمایندهشون منتقل میکردید از بخش خصوصی یا از اتاق بازرگانی یا از حاکمیت چی بود؟ یعنی مثلا شما میرفتید مثلا جلسه با آقای قالیباف، با آقای نمیدونم مثلا پزشکیان یا مثلا مسئولین دیگه، چی میخواستید ازشون؟ بدیهیات. چی بودن این بدیهیات؟ بدیهیات یه کسب و کار نرمال، قوانین و مقررات تسهیلگر به جای بازدارنده، تصمیمات عقلانی در حوزه اقتصاد و یک فضای مناسبی برای اینکه بشه کار کرد. تمامش بدیهیات بود. ما معمولا هم جلساتی که میریم نمیشنویم معمولا، یعنی همه میگن بله راست میگن، حق با شماست، ولی اتفاق خاصی هم نمیفته. این دلیلش چیه؟ همه تایید میکنن، همه میگن راست میگید، همه دستور پیگیری میدن، اتفاق نمیفته. سیاست‌های کلی حکمرانی در حوزه اقتصاد شاید، من فکر میکنم این هست، یعنی کارگزاران اجرایی حتی در سطح مثلا وزیر به هر حال باید خودشون رو مطابقت بودن با سیاست‌های کلی شیوه حکمرانی اقتصادی کشور و خب اونجا دچار چالش میشن، شاید نمیتونن تغییرات که مناسب هست رو ایجاد بکنن. و امیدوارم که یک مقداری در شیوه حکمرانی اقتصادی، حداقل من در مورد موارد دیگه نمیتونم نظر بدم، به هر حال کار من کسب و کار ما، نماینده کسب و کارها هستیم در اتاق بازرگانی، ولی در به عنوان به نمایندگی از کسب و کارها میتونم در حوزه اقتصادی صحبت بکنم. امیدوارم که عقلانیتی وجود داشته باشه که در این بستر مناسب سوار بشه و توافق بعدی هم انشالله اتفاق بیفته، یه گشایش بزرگی بشه و ما در شیوه حکمرانی اقتصادیمون تجدید نظر کنیم. حتی اگر توافق نشه و ما در شیوه حکمرانی اقتصادیمون تجدید نظر بکنیم، به نظرم اتفاقات خوبی میفته. من امیدوارم. بالاخره البته که خب آدم من 57 سالمه فکر کنم، 58 سالمه، هم 58 سال امیدواریم ولی خیلی هم اتفاق خاصی نیفتاده. تو شطرنج وقتی یکی تو حرکت 20 مات میشه، باختش حاصل حرکت 20 نیست، از حداقل 10 حرکت قبل شروع شده. فقط خودش نفهمیده و باخت براش تو حرکت 20 عیان شده. این شبیه حکایت ما و قصه اینترنت توی ایران. در یک دهه گذشته انقدر شکاف حاکمیت و مردم زیاد شده که دیگه تو مواقع بحران به هم اعتماد ندارن. پس تنها راهی که میمونه قطع اینترنت. برای فهم شرایط امروز اینترنت و فناوری در ایران و درک چرایی عقب موندگی ما تو این حوزه نسبت به سایر کشورهای همسایه، ما باید برگردیم به 10 حرکت قبل. چیزی که امروز ما رو ساخته حاصل تصمیمات گذشته است. کیش و مات.